خب با عرض سلام و احترام دوستان گرامی، در اتاق کاری استاد تاج‌الدین مردانی پروفسور دکتر علم‌های فیلولوژی همزمان سرکاتب علمی انستیتوت شعبه شرق میانه و نزدیک انستیتوت آموزش مسائل دولت‌های آسیا و اروپای اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان قرار داریم و هر دیروز وقتی که بودن استاد در آمده بودیم، استاد با نوشتن یعنی تقریض مشغول بودن و تصمیم هست که در روزهای نزدیک استاد با نام این شخصیتی که همراه استاد بابا جون غفوروف زمان کار میکردند انیختر با خود استاد مراجعه میکنیم که این چی کتاب است. تصمیم داریم که تصمیم است که به نزدیکی از نشر برآید. خب استاد گرامی شما تشکر میکنم که وقتی زیادی وقتی خود رو یعنی مصروف کار ما کرده، یعنی تصمیم داره که با ما صحبت کنیم. خب همین کتابی که ما دیروز هم اومدیم شما مشغول نوشتن همین تخریزش بوده، همزمان این کتاب چی کتاب است؟ درباره شخصیتی که شما گفتید با بابا جان غفوروف همکاری داشته است. مؤلف این کتاب دکتر خلیل عبدالعزیز یکی از شهروندان عراق هستند که مثلا سالهای سال در زمان شوروی در روسیه کار کردن، در انستیتوت شهرشناسی اکادمی علمی SSR اتحاد شوروی کار میکردن و حالا اکنون البته آنها در نفقه هستند، لیکن وقتی جوانیشون همچون یاور و مصلحتگری اکادمیک بابا جون غفوروف بودن و بابا جون غفوروف با یعنی بگم که بسیار مهربانانه با این اون وقت که یک شخص جوان بود مثلا مؤلف این کتاب و بسیار مهربانانه مناسبت میکردن، با کمک‌های بسیاری کردن که مثلا حتی به درجه یاور خود رساندن. یعنی یاور خود قبول کردن، همین یاور خود قبول کردن، رسما اشتراک میکردن. یعنی معلوم است که این جوان بوده که این نفر این گپ درباره همون نه درباره گپ 40 سال 50 سال پیش میرود که اون وقت مؤلف این کتاب خیلی مرد جوان بود، برای تحصیل بگیم که برای تحصیل آمده بود و فاکولته ژورنالیستیک فاکولته روزنامه‌نگاری دانشگاه دولتی مسکو را ختم کرد و بعد از ختم او را بابا جان غفوروف با انستیتوت شهرشناسی اکادمی علمی دعوت کرده بودند و چونکه این جوان بسیار خوش سلیقه و با استعداد یک چند زبان میدونست و غیر از زبان مادری خود عربی، روسی رو خیلی خوب میدونست و انگلیسی رو خیلی خوب میدونست، یعنی که مرد همه طرفه، یک جوان همه طرفه مثلا با لیاقت و با سواد و با کوشش و غیرت بود و همین مرد حالا که زنده سلامت است و در شویتسیا زندگی میکند، چونکه در اون وقت گشته از شوروی گشته با عراق رفته نمیتونست، چونکه وضعیت عراق هم در اونجا چندان خوب نبود و هجرت کرد از خود از همون مسکو بگیم که هجرت کرد، کاری کرده قسمت او رو به خود شویتسیا برد و حالا در همونجا زندگی میکنه و حتی میتونیم بگیم که با تاجیکستان علاقه‌اش رو نکنده است. 30 سالش هم به جای رسیده است. دیگه گپ در سر اینکه مثلا در همون اسکاندیناویا در سوئیسریا یک جمعیتی دوستی مملکت‌های اسکاندیناویا با تاجیکستان تشکیل کرده است و با جمعیت تاجیکستان جمعیت دوستی تاجیکستان با کشورهای خارجی در همینجا هم مثلا با همونا علاقه داره و توسط همین علاقه هاشون دائم درباره تاجیکستان یک چیزای خوب نشر میکنه در اینترنت و من گمان میکنم که برای ما بسیار عجیب است که اون سالهای همکاری رو با استاد بابا جون غفوروف در همین کتاب خود انعکاس کرده است و خیلی با یک زبان زیبا با حادثه هایی که برای ما مثلا باعث افتخار شدنشون که یعنی مثلا بابا جان غفوروف در این یا اون مسئله چی مصلحت ها میداد، چی پیشنهاد ها میکرد، همین چیز رو به زبان عربی در همین کتاب
این نقل کرده است و برای من هم یک باعث خرسندی بود که درباره استاد غفورов یک عربی که همکارشان بود، همکار جوانشان بود در اون وقتا که دیرکتور انستیتوت شهرشناسی اکادمی علم‌های اسسر بودند اتحاد شوروی و این کس هم یک با یک مهری فرزندانه درباره استاد غفورov همون تأثیرات خود رو نقل کردند و من گمان میکنم که برای خواننده تاجیک هم برای هر خواننده مثلا یک بسیار جالب میشود. شما پورا ترجمه کرده یا اینکه قسمان، یعنی اون چیزی که با این کتاب مثلا درباره چیزهای بسیاری از زندگی خود همین جوان خلیل عبدالعزیز، لیکن ما فقط وایش که قسمتی که مربوط به ترجمه حال یا که فعالیت علمی و فعالیت جمعیتی بابا جون غفورov نقل شده بود همون قسمت را ترجمه کردیم، چون که قسمت های دیگرش که وابسته به مردمی دیگر، مردم های خوب، یعنی گوییم که مثلا رئیس وخوری های روزنامه‌نگار خلیل عبدالعزیز و رئیسان جمهوری های بعضی جمهوری های عرب، دولت های عرب، بعضی مثلا با آدمای سروزیران مملکت های دیگر، یعنی این امکانیت داشت که اگر گوییم خلاصه کرده گوییم استاد غفور او را همچون مسئول علاقه های انستیتوت شهرشناسی اکادمی اتحاد شوروی با کشورهای شرق، با کشورهای عرب مخصوصا تعیین کرده بود و این جوان کار خود را بسیار با نه بسیار با غیرت و بسیار با سوادانه انجام میداد. این کتابی که شما از نشر میبراید به نزدیکی چی نام دارن نام کتاب؟ یعنی خودی همین نام میمونه یا اینکه اینجا خودی با زبان عربی نامش هست زندان ها، غربت یعنی زندگی در غریبی و مبارزه برای آزادی خلق خودش، مثلا برای آزادی حقوق خلق عراق. زندان ها و مبارزه برای حیات. همین خیلی این میگه که نه، این یعنی که نشانه های حیات من، محطات من حیاتی، یعنی نشانه های حیات من یا اینکه پارچه پارچه از زندگی من. نه اون این میگم که درباره چیزهای بسیاری که نوشته است همون خودش هم نامیده است که مثلا نشانه های زندگی من، یعنی که در عراق بود، از عراق برای در حرکت جوانان مبارز عراق اشتراک میکرد، او رو مثلا رئیس جمعیت جوانان مبارز عراق بود. بعد از اونجا مثلا رفت اومد با از تعقیبات همین ارتجاعی ها مجبور شد گریز زد و با اتفاق سیاسی او رو حزبی گویم که کمونیست عراق او رو از این دور کردن، یعنی خواستن که او رو نجات دهند از همین تعقیب و بنابراین با مسکو فرستادن که در اونجا همچون در خطر جوانان دیگر عراقی در اونجا تحصیل مثلا راه میکنیم. باید گفت که ما وقتی ترجمهش انجام یافت هم با زبان روسی هم با زبان انگلیسی و من گمان میکنم که برای خواننده ها بسیار جالب است که بفهمند که این مرحله های زندگی این مرد و خصوصا یکی از مرحله‌هاش با استاد محترم ما، استاد بزرگوار ما بابا جون غفورov مربوط است. باور دارم که این کتاب از نشر برای و خواندنی خواهد بود و همزمان تشکر نگرانی باش ما خبر خواهیم داد که این کتاب نشر شد و همزمان باور دارم که با واسطه یک صحبتی خاصه دیگر در بعد از نشر با شما وعده می‌دهیم که داشته باشه.